رو یک نواخت پخش کنیم. طوری نشان دهیم که انگار زمین رو برای باران هموار می‌کنیم. هیچ کس حتی یک سوال هم نپرسید. هفته ها به ماه ها تبدیل شد. تونل رشد می کرد. 10 فوت، 20 فوت، 30 فوت. هرچه عمیق‌تر در زیر زمین مبارک مدینه. تونل بیشتر و بیشتر به سوی حجره مقدس کشیده می شد. تا اینکه شبی بیل به چیزی متفاوت خورد. نه خاک، بلکه سنگ. آنها درست در زیر آن قرار گرفته بودند. حالا نزدیک بودند. در ماه ششم شروع کردند به کندن به سمت بالا، به سوی روزه رسول الله. هر شب آن را احساس می کردند. فقط چند فوت دیگر، شاید 1 هفته، شاید کمتر. 6 ماه صبر، 6 ماه نقش بازی کردن، 6 ماه فریب دادن یک شهر کامل. و حتی 1 نفر در مدینه چیزی نمی‌دانست. نه فرماندار، نه نگهبانان، نه علما، نه هزاران زائری که هر روز شانه به شانه این 2 مرد نماز می‌خواندند. در حالی که آن 2 مرد در تاریکی زمین حفر می‌کردند، هزاران مایل دورتر در دمشق شخص دیگری کاملاً بیدار بود. سلطان نورالدین زنگی، سلطان سوریه و قدرتمندترین رهبر مسلمان زمان خود. مردی که سرزمین‌های شکسته مسلمانان را متحد کرد زمانی که دیگران تسلیم شده بودند. مردی که صلیبیون را عقب راند زمانی که آنها فکر می‌کردند برای همیشه پیروز شدند. اما نورالدین مانند دیگر سلاطین نبود. او در سراسر جهان اسلام به 2 چیز معروف بود: عدالتش و عشقش به پیامبر. میگفتند اگر سکه طلایی را در هر جاده‌ای از قلمرو او بیاندازید، 1 هفته بعد هنوز همانجا خواهد بود. و عشقش به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. عشقی آنقدر عمیق که اتفاق بعدی فقط برای مردی مانند او قابل درک بود. شبی مانند هر شب دیگر در دمشق بود. سلطان نماز عشا را خوانده و خوابیده بود. او خوابی دید. در آن خواب پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم به او ظاهر شد. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوشحال به نظر نمی رسید. او به 2 مرد اشاره می کرد. 2 چهره مشخص با پوست روشن و چشمان آبی. و از لب‌های مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سخنانی بیرون آمد که روح سلطان نورالدین را در هم شکست. ای محمود، مرا از دست این 2 نجات بده. سلطان با وحشت از جا پرید. بدنش می‌لرزید. اشک از چشمانش جاری بود و قلبش چنان تند می‌تپید که صدایش را در گوش‌هایش می‌شنید. این چه معنی داشت؟ این 2 مرد چه کسانی بودند؟ چگونه ممکن بود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خطر باشد؟ از چه کسی؟ او نمی‌فهمید، اما احساسی در سینه‌اش بود که تحمل ناپذیر بود. سلطان نورالدین برخاست و وضو گرفت. نماز نافله خواند و از الله خواست که برایش روشنی و وضاحت عطا کند. اما برای نورالدین زنگی حتی ماندن 1 لحظه دیگر در دمشق غیر ممکن شده بود. تا زمانی که خورشید شروع به طلوع کرد، سلطان فهمید که این فقط 1 خواب نبود. این 1 فرمان بود. او قابل اعتمادترین مشاورش را فراخواند، مردی به نام جمال‌الدین. سلطان خواب را برای او تعریف کرد، در حالی که صدایش می شکست و اشک هنوز از چشمانش جاری بود. اگر پیامبر 3 بار درخواست کمک کرد، تو منتظر صبح نباید باشی. ای سلطان، همین حالا به سوی مدینه حرکت کن. دستورها پیش از طلوع خورشید صادر شد. این 1 سفر سلطنتی نبود. این 1 دیدار رسمی نبود. این 1 مأموریت نجات مخفیانه بود. 20 نفر از بهترین سوارکاران سلطان آماده شدند. اسب‌های سریع، شترهایی که با ثروت و هدایا بار شده بودند. زیرا سلطان نمی‌دانست در مدینه چه خواهد یافت، اما می‌خواست برای هر احتمالی آماده باشد. آنها از دمشق مانند باد حرکت کردند. تاریخ درباره این سفر نکته شگفت‌انگیزی را نقل می‌کند. راه میان دمشق و مدینه از میان بیابان‌ها، کوه‌ها و سرزمین‌هایی که هنوز توسط صلیبی‌ها تهدید می‌شد، معمولاً چندین ماه طول می‌کشید. اما سلطان نورالدین آن را در 16 روز طی کرد، بدون استراحت، بدون خواب درست. شب‌ها می‌تاختند و در هر توقف اسب‌ها را عوض می‌کردند.